واخوری دجال با ابلیس، با شیطان. دجال غیر از ابلیس از کسی نمی ترسید. این بدگهر اگر درستر ببینیم و ورق بزنیم، این یک اتئیست است، یک بیخدا است، یک دهری است. اما وقت ابلیس دید به چشم سر، وقت دید که ابلیس در پنهانی چی عملها کرده میتواند، وقتی از قوه پنهانی ابلیس آگاه شد، دجال در ترس هراس غلطید. زیرا هر چیزی که در دل دجال میگذرد ابلیس میداند. اما ابلیس او را آرام ساخت که ای مرد، من برای کمک تو آمدم، تو بی‌پروا باش. و بین هر دو یک شرطنامه به امضا رسید. طبق آن شرطنامه، بابهای شرطنامه آمده است. پونکت اول: دجال پادشاه آشکارای دنیا بشود، ابلیس پادشاه پنهانی. به قول دیگر نعوذ بالله، دجال خدای آشکار می شود، ابلیس خدای غایب پنهانی. پونکت دوم: دجال برای کلا نیست کردن امت محمد صلی الله علیه و سلم تمام وسایل را استفاده میبرد و ابلیس در این جنگ کمک میکند به دجال. کمکگر اساسیش ابلیس میشود. ببینید. سوم: برای آنکه بر ضد مسلمانان پررو و کامل با تمام قاعده ها، با تمام جدیت مبارزه برده شود، دجال تمام یهودی ها را در هر کجایی که نباشند لشکری خود میگرداند و به لشکر یهود، لشکر جین و لشکر افاریته، افریت ها کمک میکنند پنهانی. چهارم: دین نصرانی به شاخه های متفرقه تقسیم کرده شده و بر ضد اسلام استفاده برده می شود. ببینید. و یک پونکت جداگانه اومده است در تلبیس امت محمد صلی الله علیه و سلم، در گمراه کردن این امت. پیش از همه شهوات دنیوی باید استفاده برده شود. یعنی میل رغبت این امت به دنیا، به وظیفه و منصب، به مال ثروت، به زر و زیور زیاد کرده و از راه صراط المستقیم منحرف گرداندن لازم است. ببینید، این بود شرطنامه ای که بین دجال و بین ابلیس به امضا رسانده شد. دجال برنامه عملی خودش تشکیل کرد که امروز با نام پروتکل سیانسکی مدریتسوف در دنیا معروف است. دیده یکم بار، افسوس که پروا نداریم. پروتکل سیانسکی مدریتسوف، همین پروتکل فاش شد. یکی از شکست های دجال در دنیا فاش شدن همین پروتکل است که در اوجا برنامه عمل است برای دجال و دجال ایرا هدیه کرده است برای بنی اسرائیل که به همین عمل کنید. در اوجا آشکار گفته می شود که با مسلمانان چی نوع مبارزه بردن لازم است، حکومت ها را چی نوع غصب کردن لازم است. حتی سخنهای از در اوجا اوبی لوچیخ ازگایف، گایا در زبان یهودی مردم غیر یهود گفته می شود. یعنی هر کسی از غیر یهودی ها بهترین است، از او خوف و خطر می بینید در عمل و کارتون، حتما بکشیدش. در اوجا ثبت شدگی است که در این دنیا مال و ثروت، زر زیور نقش اساسی بازی میکنن. پس باید ثروت های روی زمین اکثریت در دست بنی اسرائیل جمع آوری شود. در اینجا آمده است در این پروتکل ها که برای آنکه دولت اداره کرده شود شرط نیست که به طریق آشکارا، به طریق انتخابات سر قدرت بیایی. نه، گروه های مسانی تشکیل کنید. البته در هر یک قوم و ملت مردم حریص به دنیا، مردم تنگ نظر، مردم کم ایمان، ضعیف ایمان و مردم خائن زیاد هستند. اینا را جلب کنید در همین تشکیلات های مسانی، بعدا کمک شو کنه برای رسیدن به هر وظیفه و منصبی که خواهند، تا اینکه در مبارزه بعدینه و در اشغال این مملکت دستیار شما باشند، کمکگر شما باشند. بعد ترتیب دادن برنامه عمل، دجال ملعون عملش شروع کرد. شروع شد فتنه و فساد ها.
امروز احوال میبینیم دستاوردهای زیاد دارد این دجال ملعون. در دنیا امروز جایی نیست که شرکت های مصانی وجود نداشته باشند. در دنیا جایی نیست. اکثر تشکیلات هایی که با نام تشکیلات بین المللی یاد می شوند همه اختراع زاده دجال است. فراموش نکنید بچه ها. از همون بزرگترین تشکیلات سازمان ملل متحد شروع کرده به دیگر تشکیلات هایی که همه میگویند که ما برای همدیگر فهمی، برای توافق ساخته شده ایم، همه اینا دستگاه های دجال هستند از برای اداره کردن دنیا. اگر چنین نمیشد، ببینه یک دولت اسلامی را برای آن که مثلا یک ساحه صنعت خودش ترقی میدهد چقدر تحریم ها را در سرش بار کرده است. تحریم هم میدونه، سانکسیون های اقتصادی کرده است برزیچو که با او در تجارت شرکت نکنید، چیزی نفروشید. اگر چندی همون دولت بیچاره به یگان دولت دنیا سر کار ندارد، فقط دولت خود ترقی میدهد، صنعت خود ترقی میدهد، حقوق نداشته است که مثلا حتی برای انکشاف قواهای انرژتیکی خودش برای صنعت خودش استفاده برد. در صورتی که دولت دیگر کشتی های مردم آزادی دوست و بشر دوست را که به خاطر کمک بشر دوستانه به منطقه غزه که در احاطه گرفتار شده است میروند، قتل میکنند، مردم بیگناه هم میکشند، اما بر ضد اینا یگان سانکسیون نیست، یگان تحریم نیست. همه خود روشنگر و بیانگر اساسی است بر اینکه دجال امروز حاکمیت بی‌نهایت قوی دارد. اگر به یک لحاظ گویم که دنیا را ادارت میکند خطا نمیکنیم، زیرا ریچک های اساسی در دست دجال است. امروز خطر خروج دجال آمده ایستاده است که همون نشانه های قیامت سر بزنند دجال آشکار خروج میکند. نشانه های قیامت چی هم بچه ها؟ قبل از همه جنگ جهانی حتما می شود. حال جنگ سوم جهان گفته مردم تعزیر میتن، علاج نیست. با این ظلمی که امروز در دنیا استوار گشته است، با این ظلمی که امروز آشکار است و نه سازمان ملل متحد نه یگان ساختار دیگرش هیچ کدام کوشش نمیکنن که همین ظلما را برطرف کنن، البته جنگ سوم جهان واقع میشه. ببینه دولت همسایه ما، دولت ازبکستان، چه حقوق معنوی داره که راهی را که ترانزیت است ببنده؟ همین خیلی حقوق کسی داده میتونه به او؟ نه. اما امروز ببینه ظالمانه راه بسته است، اندیشه نمیکنه که این قدر مردم مثلا به آذقه میمونن، به مواد سوزشواری میمونن، میلیون ها آدم در عذاب در مشقت است، با آشکار میگه که غرض من غرض سیاسی است و کسی هم کارش نداره. عاقبت این ظلم ها البته که نمی جنگ و نزاع و خرخشه های. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود بین الملحمه و بین فتح المدینه ای قسطنطینیه 6 سنه و یخرج الدجال او یخرج الاعور الكذاب فی السابعه. فاصله بین جنگ جهانی و بین ضبط شدن شهر قسطنطینیه 6 سال است. در سال هفتم اعور کذاب یعنی دجال خروج میکنه، در سال هفتم. خب پس از این معلوم میگرده که این جنگ جهانی ملحمه البته واقع میشود. بعد این جنگ در ابتدا احوال مسلمانان به نهایت تنگ می شود که غیر از 3 شهر دمشق و شهر مکه و شهر مدینه تمام ممالک اسلامی در تصرف یهود میگذرد. با نام روم یاد کرده است پیغمبر، یعنی همون دولت غیر اسلامی را با نام روم یاد کرده است. یک دولت بزرگ بر ضد مسلمانان می شود، همون خیلی کریستاوی پخات اعلان میکنند. غیر همین 3 شهر 3 مرکز تمام ممالک اسلامی را مسخر میکنند. بعد از آن امام مهدی خروج میکنه. اگه کمتر معلومات رو بتیم که امام مهدی کی است.
برای اون که قصه دجال تا آخرش برسونیم باید ما بدانیم که امام مهدی چی کس است. خاصتا در شرایط کنونی ما که اهل تشیع ادعا میکنن که امام مهدی زنده است و باید خروج کند. همون امام منتظر ما امام محمد است، محمد ابن حسن عسکری. در صورتی که چنین نیست، امام مهدی فرزند زمان خود است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بعضی احادیث گفته است که مهدی از فرزندان فاطمه است. بله، از ذریه علی و فاطمه است. نامش محمد است، حتی اومده است در بعضی روایات. و این مرد از مدینه میگه خروج میکند و وقتی که در مدینه فتنه و آشوب زیاد میشود به مکه خارج میگردد. به خاطر حج انجام دادن در مکه شناخته میشود و مردم مسلمان با او بیعت میکنند. دیگر احوال به نهایت تنگ میشود. تصور کنید که امام مهدی یعنی همون محمد در همون عصر زمان ها نقش صلاح الدین بازی میکند. صلاح الدین ایوبی را میدونه، قهرمان اسلام است، باید هر یکی ما شما بدونیم. یکی از دشمنای شدیدترین دجال صلاح الدین ایوبی بود. یک شکست دجال وابسته به صلاح الدین است. وقتی دجال ملعون نصرانی ها را خیزاند همشه به جنگ ها و مبارزه های صلیبی از برای آزاد کردن بیت المقدس، از برای آزاد کردن وطن پیغمبرشان گویا حضرت عیسی، و اونا اومدن شهر بیت المقدس ضبط کردن، قسمت زیادی شام در تصرف خود را آوردن. خدای تعالی از میان امتان محمد صلی الله علیه و سلم همین جوانمرد کردی صلاح الدین ایوبی را خواهیم ساخت که فتنه دجال شکست، صلیبدارا را در جاهاش شناند، پر لشکرشون تارمار کرد که تا چندین عصر آرزوی بیت المقدس دیگه در دل نمی پروریدن. بعدا دجال اخیر توانست که توسط دولت‌های اروپایی باز بیاید ایسر نو این ملک‌های مقدس ضبط کند، اما چندین عصر قفا زد. نقشه دجال چندین عصر قفا پرتفته شد. و امام مهدی نیز خدای تعالی او را قایم می‌سازد در میان امت محمد صلی الله علیه و سلم در همون حالت وزنین و اداره میکند قشون را و بر ضد کفار، بر ضد غیر مسلمانان می جنگند و این جنگ مدت 6 سال ادامه می‌یابد. آخر الامر امام مهدی شهر قسطنطینیه، شهر استانبول اسلامبول بود. ایرا مسانهای خادم یهودی استانبولش کردن، وگرنه این شهری اسلام است، نامش اسلامبول. یک زمان قسطنطینیه نام داشت، کنستانتینوپل، پایتخت روم شرقی. وقتی که همون جنگ جهانی می شود این قسطنطینیه را میزنن، دشمنان میگیرن، ایرا مرکز تعیین کرده بودن. امام مهدی توانست که ایسر نو قسطنطینیه را فتح کنه، نامش باز اسلامبول میگذاره. انا همین وقت دجال ملعون خروج میکنه. خروج دجال از همینجا شروع میشود، آشکار مقصد خروج میکنه، دیگر روی راست میخیزه. امام طبرانی در یک روایت آورده است که در ابتدا دجال عراق میآید. در عراق چند مدت همچی یک شیخ خچه برای مردم معرفی میکرد، بعدا دعوای پیغمبری کرد، نعوذ بالله. وقتی که بعضی احمقا و خرها در دامش افتیدن، احمق خر در جامعه زیاد است. شما این روز مغرور نشوید که الحمدلله ما قرآن داریم، ما پیغمبر داریم، ما را کسی گمراه نمیکند. سبحان الله. خدای تعالی یک زمان اگر عنایت از آدم عاقل برکند، عقل زیرک احمقی ها میکند. با این مغرور نشوید. یک برادر هفته گذشته قصه کرد، گفت در فرهنگستان علوم در اکادمیا روزای سه‌شنبه چی مجلسی میشد است، صحبت خاصه رفت، میگه هر یک کافر شیشته است. چنان سخنای میگن نعوذ بالله، نه خدا میمونه نه پیغمبر میمونه. و ما را دعوت داره که داملا همجا نمیره شرکت کنی. گفتیم شرکت با کی؟ با کفار. اگر این سخنا را گفتم من داشت نمیتم، خطیشو ادعا و جنجال میشیم، بعد به شما وری بیناموسا چیکار کنیم؟ خیزم فیلسوفا همجا تای شته بکشن ما را توقع بیاوانو شما قفا تماشا کنی، بعد چی میشه احوال؟ در جامعه بسیار هستند دشمنای اسلام.
خادمای دجال به نهایت زیاد هستند. اگر پرسش به ظاهر میگه الحمدلله مسلمان هستم، اما وقتی که خوب دقیق میسنجی چنان بغض و کینه نسبت اسلام داره که الهی توبه. خدا نگه دارد. الحمدلله که در این سرزمین رئیس جمهور مسلمان است، الحمدلله که سروران مسلمان هستند و مسلمانای محیب هستند، مسلمانای واقعی هستند و الهی کافرها یه روز اگر خروج کنن تلخمو میکفه. اگر ببینیم که چند فایده تشکیل میکنن، اینا زیاد هستند، عقیده های خودشون در میان مردم رایج میسازن و متاسفانه با ملای شرمنده یورا جنازه میکنن و در معرکه هاشو شرکت میکنن. یعنی که همون تأثیر دجال امروز خیلی زیاد رسیده است به جامعه. خب پشت قصه خود میرویم اکن. یک عیده مردم نعوذ بالله به پیغمبری دجال ایمان میارن، بعد از او دجال ملعون دعوای خدایی میکنه. نعوذ بالله. این شخص دعوای خدایی نیز کرده است. الحال میخواهم یک حدیثی را از صحیح مسلم، یکی از صحیح ترین کتاب ها بعد قرآن عظیم شان، به سمع شما برسانم به همون سخنهایی که پیامبر گفته است. زیرا در این مسئله ما متاسفانه سخنهای عوامانه زیاد داریم. چخیلی که بابای حاجی هفته گذشته اعلان کرد، گفت خرید دجال میگن در خر سوار میشه میویا. همین خیلی سخنها در بین ما زیاد است. حدیث به او خاطر به زبان عربی براتون میگم، با ترجمه البته، تا اینکه شما معلوماتی کامل و معلوماتی پره و صحیح داشته باشید. اگر پرسیدن که این از کجا میگوید، از کجا میدونید، گوید که این در صحیح امام مسلم آمده بوده است. حدیث نواس ابن سمعان صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند. میگوید ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم الدجال ذات غدات. روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ذکر دجال کرد، قصه دجال کرد. فخفض فیه صوته و رفع. اوش بعضا پس میکرد حضرت، بعضا بلند میکرد. حضرت جامعه علوم ظاهر و باطن بود. قصه را همین طی میکرد که میگفتی که در بین همون جنگ خودم شرکت دارم. گو اوش پس میکرد، میگه گو بلند میکرد. حتی ظنناه فی طائفه نخل، میگه ما تلخ کف شدیم، ما گفتیم می دجال ملعون آمده است در بین همون درختای نخل پنهان شدگی. بعضا میگه نگاه میکنیم طرف همون نخلستان خرما، گویا که کلدیکک میکرده باشه دجال. و پرسید چی درد داره؟ گفتیم یا رسول الله آخی خیلی تو قصه کردیم، ما گفتیم والا که دجال پیشمان اومده است، در پشت همین نخلستان پنهان است. حضرت گفت غیر الدجال اخوفونی علیکم. من گفت برای شما از غیر دجال میترسم، ای دجال نه. این یخرج و انا فیکم فانا حجیجه دونکم. زیرا اگر در وقت حیات من این دجال ملعون برویه، شما آرامه، همه مسئولیت در گردن من از جواب سوال اون ملعون من میتونم. و این یخرج و لست فیکم فامرؤ حجیج نفسی. اما وقت برویه که من در بین شما نباشم، من به سوی رفیق اعلا رفته باشم، در او صورت هر یک آدم مسئول خودش است. هر یک آدم مسئول خودش است. گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چرا گفت غیر دجال اخوفونی علیکم؟ من از غیر دجال به شما از دجال دیده زیادتر میترسم. در بعضی روایات اومده است پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ان اخوف ما اخاف علیکم الائمه المضلین. به درستی خوفناکترین چیزی که من به شما خوف میبرم امام های گمراه کننده هستند. از امام های گمراه کننده من به شما زیادتر خوف میبرم. شاید کسی سوال کند که آخی در ابتدا داملا گفته که فتنه دجال از همه فتنه سخترین است، پس چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که من از غیر دجال به شما زیادتر میترسم از امام های گمراه کننده؟ جوابش این است که این امام های گمراه کننده لشکر دجالند و اینا از داخل به بدن اسلام ضربه میزنند و از داخل مسلمان ها را گمراه میکنند. امروز تصور کنه، امروز در عالم اسلام حتی در بین شیخ های ازهر، بزرگترین جامعه اسلامی،
شخصای پیدا شدیان که بجای آن که حیات دنیوی را، قوانین دنیوی را با شریعت موافق کنن، شریعت کوشش میکنن که به همین حیات امروزه دجالی موافقت سازن. یک شیخ نوشته است که با در اینترنت یا را پخش میکنن بچه ها، خطرش هم در همی است، زیرا از اینترنت مردم زیاد استفاده میبرن. در مسئله قطعیت بریده شدن دست دزد، که بریده شدن دست دزد ظالمی است، نعوذ بالله. دست دزد وقتی میبری این گویا ظلم است، ظالمی است. و وقتی میپرسنش که آخی در قرآن اومده است خدای تعالی گفته است و سارق و سارقت و فقطعوا ایدیهما، دزد خواه مرد باشه خواه زن باشد دستش قطع کنه، تو چه خیلی را ظالمی میگوی؟ گفته است اینجا غرض بریده کلپه کردن نیست، غرض یا پی کردن است، همین یا پی اندکک موندن است. بعد با دلیل میاره که از قرآن، در قرآن خدای تعالی قصه یوسف علیه السلام وقتی میکند، در اونجا قصه بریده شدن دست زنهای مصری آمده است. اونو میگه دستاشون قطع نکردن کو، پره نبریدن، کلته نکردن کو. در اونجا لفظ قطع اومده است به معنای پی کردن، یعنی بریدن پوست و یک حصه گوشت اومده است، نه بریده شدن مفصل. سبحان الله. ببینید و این به سعادت فراموش کرده است که مبین و مفسر قرآن محمد مصطفی است صلی الله علیه و سلم، و چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان ساخته است، توضیح داده است، هیچ کس دیگر حقوق عوض کردن او را ندارد. این پیامبر صلی الله علیه و سلم میدانست که انمی ائمه گمراه کننده پیدا می شود در میان امت. از همون خاطر حکم السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما را در حیات تطبیق کرد. در صحیح بخاری آمده است یک زن از بنی مخزوم دزدی کرد، بسیار زنی از اولاد شریف ها بود، از شریف زاده ها، نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم التماس التجا کردند. حتی اسامه پسر زید که حضرت دوستش می داشت، حبیب محمد صلی الله علیه و سلم بود، نزدش آوردن برای التماس. حضرت غضبش کرد، گفت قوم‌هایی که پیش از شما بودند و هلاک شدند به آن سبب هلاک شدند که اگر یگان اشراف زاده جنایت میکرد او را به او جنایت عقیده میکردند، اما اگر یگان بیچاره فقیر میکرد در را بالاش حد جاری میکردند. قسم به خدا گفت اگر فاطمه زهرا نورید چشم من دزدی میکرد امر میکردم دستش قطع کنن، چه برسه به این زنی مخزومیه. و دستش بریدن، دستش قطع کردن در زمان پیغمبر. پس حکم کسی که همه چیزا را میداند که پیامبر صلی الله علیه و سلم آیه را چی نو شرح داده است و اصلا این مفسر است، این آیه کسی حقوقی تعویل کردن این را نداره. آیات مفسر و آیات محکم تعویل پذیر نیستند. میکنه چی است؟ این از دجال والله بدتر است، زیرا لشکری دجال است. یا متاسفانه امروز کسای پیدا شدن نعوذ بالله میگن سطر عادت عرب بود. سبحان الله، سطری را که خدا امر کرده است، به پیغمبرش امر فرموده است، به زنای مسلمان امر کرده است، امروز عادت عرب قلم میتن. از این خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که من از غیر دجال به شما از دجال بیشتر خوف دارم، و این غیر دجالی که من از اونا خوف دارم امام های گمراه کننده هستند، امام هایی که از گفتن گپ حق میترسند، امام هایی که مردم جای آن که چشماشون روشن کنن برعکس کور میکنن، امام هایی که از حقیقت مردم منحرف میکنن. و بسیاری همین گروه و بسیاری همین فرقه های نوی که پیدا میشوند و شیطنت میکنن همه لشکری دجالن، ایو ائمه مضلین در داخل هستند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر دجال خروج کند، اگر دجال خروج کند و من در بین شما باشم، پس حجیج او من هستم، من با او گفتگوزار میکنم، من شر او را از شر شما دفع میکنم. اما اگر به شرطی که بعد از وفات من این دجال ملعون برآید
پس هر کس حجیج خود است، هر کس مسئول خود است، مسئول اهل بیت خود است. بعدا حضرت برای ما یک بشارت بزرگ داد، گفت والله خلیفتی علی کل مسلم. شما گفت ناامید نشوید، محزون نشوید، خداوند خلیفه من است بر هر مسلمانه. هر کسی همین مسلمان حقیقی باشه خداوند خودش دفاعش میکنه. من امتم به خدای تعالی پدس کرده و بعد میرم. بعد از او برای ما آشکار کرد این دجال که این چی کس است. گفت انه شاب قطت عینه طافعه. بعد راسته که این دجال ملعون یک جوان است، جوان جنگیلمو، موی سرش بسیار جنگیله بود است، یک چشمش طافعه است، یک چشمش ناقص است، آسیب داره. در بعض روایات چشم راست اومده است اما درسترش چشم چپ آسیب داشته است. کأنی اشابهه بعبدالعزی ابن قطن. من گفت همون را به عبدالعزی ابن قطن مانند میکنم. عبدالعزی ابن قطن از صحابیان میدونستند. ببینه خوف دجال تا حدی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم اصحاب بزرگوارش تاکید کرده است که اگر ما بعد وفات من برآمد شکلش رنگ عبدالعزی ابن قطن است. عبدالعزی ابن قطن کی بود؟ امام نووی روایت کرده است که یک یهودی بود، اما بسیاری از محققین میگن نه، یهودی نامش عبدالعزی نمیشه، از همون نامش معلوم است که این از مشرکای عرب است. یک نفر از مشرکای عرب دست با نام عبدالعزی گفت انا دجال شکل صورتش به همین عبدالعزی ابن قطن بسیار شباهت داره. فمن ادرکه منکم فلیقرأ علیه فواتح سوره الکهف. اگر هر کدام از شما او را دریافت وقتی که مکر دسیسه میکند، سحر چشم بندی میکند، آخر سوره کهف بخونه، همه سحر پیش چشم تو دور میشود، حقیقت برای تو آشکار میشود. یا تو باشه هفته گذشته پیش از او که شروع کنه موعظه را، من همون 3 آیه اولی سوره کهف که در روایت امام ترمذی آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است برای شر شور دجال دور کردن وقتی دجال ملاقات میشود 3 آیه اولی سوره فتح خوانید. من خوانده بودم. استعیذ بالله الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. همین 3 آیه آخر سوره کهف از یاد کنید بچه ها. این همی قدره، هیچ اشکال نداره. و همین بهانه کم کم قرآن از یاد نکنیم کمی بکنیم. کمپیروی مامامو 3 سوره یاد مدادیان گفته دیگه هیچ کوشش نمیکنیم که از سوره دیگه در پهلوش زم کنیم. مادام که اومدن دجال حق است میآید، غیر پروردگار کسی نمیدونه که کی میآید، پس هر یک مسلمان باید مسلح باشه. همین را از یاد کنه. ان شاء الله همین را که خواندی همون کافری که در بین دو چشمش نوشته شده است برات پیدا میشه، میفهمه که چی کس است. زیرا در روایات اومده است این دجال ملعون از یک اعرابی میآید یا نزد یک مسلمان میآید، میگه که اگر من پدر و مادری تو را زنده کنم تو نعوذ بالله خدایی مرا تصدیق میکنی؟ بیچاره کمبغل میگه بله. گفتیم که دجال با ابلیس شرطنامه بسته است، نباشد شیطان ها خدمت آدم نمیکنن. با فرمان دجال 2 نفر از شیطان ها، 2 نفر افریت جن شکل و صورت پدر و مادر همون را میگیرن، نزدش میان به همون شکل صورت، به همون آواز. بچه همه آدم خوبه، نعوذ بالله، همون خدای میگفتن همیه در پیشش سجده کن. اگه تصور کنه که آدمی بی سواد باشه و جاهل باشه در رخچه در زمین میپرتویه و سجده میکنه. باز میگم این مردم جاهله که
با یک لرزاندن قلب قدر گمراه شدیان که جماعت مسجد ترک کردیان، در خانه میشینن که ما دل لرزانی را یاد بگیریم. اگر ایو را پدر و مادرشون زنده کنن در پیش بیارن چیکار میکرده باشن؟ این مردم جاهله که یک فتنگر شیطان بالای قبر پدرش میروه، میگه پدر در سقر پول بتیده ای سقر برارمش، و این جاهلی به سواد با سخن او را تصدیق میکنه. میبراره $500 میده، میخونه میگه که یا پوش ای سقر برآوردم، نه که یا پوی دیگه شد در سقر ای بته $500 دیگه او پوشم برارم. ببینه مسلمانای عصر 21 یک احمقی را که هیچ هنر نداره غیر لرزوندن دل، نعوذ بالله، دلش هم میلرزونه. ای بچه یک جهود بود ملکه قلندر و تمام رگ پیوندش میجموند، چی جای دل؟ اگه تصور کنه که او دجال ملعون بیایه و شیطانا را امر کنه به شکل پدر و مادرش خارج شوند، نزدش بیان، نعوذ بالله، ببینه پدر و مادرش به همون آوازی پدر و مادر طرفش بگه که همین خدا از نعوذ بالله سجده که 100 سجده بکنن اینا. خدا نگه بداره. انا همین حالت اگر کسی که 3 آیه اولی سوره کهف بخونه، همون وقت خواند شوف کرد، اون شیطان همون شکل صورت اساسی شو را میگیرن، میفهمه که این همه حیله و نیرنگ است. خب حدیث دوام میتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت هر کسی که دریافتش 3 آیه ابتدایی اولی سوره کهف بخونه، بعدن گفت انه خارج خلتا بین الشام و العراق، دجال از راهی که بین شام و عراق است از همونجا خارج می شود، از همونجا ظاهر می شود، آشکار می شود. قشورش 70,000 نفر یهودی است، از یهودی های اصفهان. بعدا با لشکر مسلمان ها جنگ میکنه. دی بدبخت دیگر زوری بیچاره امام مهدی به این نمیرسه، وضعشون بد میکنن. در بعضی روایات اومده است که در دمشق به محاصره شون میگیرن، در بعضی روایات دیگر اومده است که در شهر بیت المقدس مسلمانان را محاصره میکنه. دی بدبخت قریب شکستن دروازه و داخل شدن دجال است. بسیار وضعیت ناگوار است. فعاث یمینا و عاث شمالا، طرف راست و طرف چپ، همه طرف فسق فساد پهن میکنه، مردم به فساد دعوت میکنه. نعوذ بالله وقتی که آدم گمراه کرد میگه به خدای من اقرار کردی؟ میگه بله. پس میگه به مادر خودت هم خوابگی کن، به خواهر خودت هم خوابگی کن. آهسته آهسته فسق فساد در جامعه به حد زیاد میشوه که انسان ها مثل خرها در قد کوچه به هم دیگر میرسن، دیگه نه شرم حیا و چیزی نمیمونه. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت یا عباد الله فثبتوا، ای بندگان خدا پس ثابت باشه، مستحکم باشه که همین فتنه به سرتون میآید. وقتی این سخن گفت حضرت نواس ابن سمعان میگه که سوالش کردیم یا رسول الله و ما لبثه فی الارض، گفته این خانه سوخته در روی زمین چند زندگی میکنه، مقدار ایستادنش در زمین چقدر است، اینقدر دهشت که باشه. حضرت گفت در جواب 40 یوما، 40 روز، 40 روز، یوم کسنه و یوم کشهر و یوم کجمعه و سایر ایامه که ایامکم. یک روزش برابر 1 سال است، یک روز دیگرش برابر 1 ماه است، روز سیمش برابر 1 هفته است، 37 روزی باقی ماندهش مثل نمی روزای عادیتون. 1 سال و 1 ماه و خب 1 هفته و 37 روز دیگه. این چند هفته میشه؟ قصه کوتاه چند ماه هم دیگه میشه. مقدار سکونتش در زمین این قدر است. بعد حضرت نواس ابن سمعان میگه سوالش کردیم، ببینه همین قدر تشنه علم بدن اصحاب بزرگوار پیغمبر که حتی در همین حالت حضرت واقعای دهشتناک براشو بیان کرده است، در فکر شریعت هستند. گفتن یا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا اتكفينا فيه صلاه يوم،
گفتن ای پیغمبر خدا، همین روزه که درازیش برابر 1 سال است، همین 5 نماز بخونیم کفایه میکنه؟ در یک شب و روز که 5 نماز ای، در همین روزه که برابر 1 سال است ما 5 نماز بخونیم کفایه میکنه؟ حضرت صلی الله علیه و سلم گفت لا اقدر له قدره. گفت نه، تقسیمش کنی، 24 ساعت یک شبانه روز حساب کنی، هر 24 ساعت شو، در همین 24 ساعت خیلی که طبق عادت شما نمازی بامداد میخوندید، نمازی پیشین و شام و عصر و خفتن میخوندید، در همون ساعت ها خوانید. از همین حکم دانسته میشود احوالی برادرای ما که امروز در مورمنسک هستند، در ارخانگلسک هستند، در جاهایی که مثلا شبهای سفید است، در خطبه ها زندگی میکنن، که احوال چی است؟ تلفن ما زیاد میکنن که دوملو بین شام و خفتن، مثال میگم بین خفتن و بامداد 2 ساعت هیچ خیل کنیم. خیلی 2 ساعت باشه هیچی بکی نداره، 2 ساعت که باشه شما انشالله دریاب میکنه. خفتن در اولی وقتش بخونه، 1.5 ساعت پس شام در اولی وقتش بخونه، 1.5 ساعت پس خفتن بخونه. حالا شما وقت در میوبه. ملک سرزمین هایی هست که اصلا شب نمیشوه، اصلا آفتاب غروب نمیکنه، یا غروب میکنه و مقداری 10-15 دقیقه، در جایی که یک نماز دریافته نمیشود. اینا مثلا بعد شام خفتن نوشیده بامداد میشوه، خفتن نوشیده فرض کردیم بامداد میشوه، بعد شام مثلا 1.5 ساعت پس یا که 2 ساعت 1.5 ساعت پس بامداد میشوه. چیکار باید کنن؟ انمی 1.5 ساعت پس نماز خفتن بخونن، اگر چنده که صبح هم دمید است، بعد بامداد با میخونن. اما مملکت سرزمین هایی که همیشه روز است یا همیشه شب است، وقت دانسته نمیشود، ساعت تقسیم میکنی. مثلا به ملک نزدیکترینش میگیری، مثلا در سنت پتربورگ در ساعت 9:30 نماز شام خونده میشود، در ساعت 12:30 نماز خفتن، در ساعت 4 نماز بامداد. اگر مثلا یک برادر مو در جزیره های شپیتزبرگ باشه، در اونجا روزهای قطبی شروع شدیان، انا همین ساعت قطعی تقسیم کرده و نمازش خوندن میگیره. اگر چند روز ای در ساعت 9:30 یعنی ساعت 21:30 شام میخونه، در ساعت 12:30 خفتن میخونه، در ساعت 4 صبح بامداد میخونه. حکم همی است. از کجا دانستیم؟ از حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده است، از رسول الله ای را دانستیم. خب دوام میتیم. بعدم پیامبر صلی الله علیه و سلم فتنه دجال برای اصحاب بزرگوار و در شخصیت ایشان از برای تمام ما و شما امتش بیان کرد. حضرت گفت فیأتی دجال علی القوم، این دجال ملعون پیش یک قوم میآید، فیدعوهم فیؤمنون به و یستجیبون له، دعوت شما میکنه که بیای شما نعوذ بالله خداگی مرا قبول کنه. این خانه سوخته ها وقتی که هم پدر و مادرشون زنده میکند ایمان میارن به او و دعوت اجابت میکنن. در جامعه آدمایی هستند چی جای پدر و مادر اگر $100 در کیسه‌شون لغت کنن در ایمانشون میفروشن. امروز متاسفانه بعضی برادرای ما مردم همین سرزمین تاجیکا و ازبکا نصرانی شدیان. برای چی؟ برای که شیر قاقشو میدادیان، کمتر روغنشو میدادیان، ممکن یکم $20-50 دیگه شو بتن. ببینه برای پول و برای دنیا شده دین و ایمان خودشون فروختیان. همین خیلی قومو در زمان دجال زیاد میشوند. در روبد دجال ملعونه که زمین امر میکنه خزینه‌ات خارج که تمام طلا و نقرش میبروید، از قفاش میروند که جای بروا، مثل که نمی سیله زنبورها میروند، زنبورهای اصل انمو خیلی از قفاش میروند. اگر یک مشه یک هست نبته ای به سعودتو در ایمانشون ایواز میکنن. وقتی که ایمان آوردن حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فیأمر السماء فتمطر والارض فتنبت. این دجال ملعون امر میکنه به آسمان که ای آسمان ببار، باران میشه. زمین میگه ای زمین حاصل برار، حاصل ای زمین نش میزنه میبرویا.
همه سبززار میشوه. مردم دیدستیم فتنه را ببینه بزرگش در کجای. فتروح علیهم صارحتهم اطول ما كانت ذرا و اسبغه ذروعا و امده خواسر. بیگه روز حیواناش وقت خانه می آیند، کوهان شتراشو، کوهان شتر میدونین آخه پشتش به نهایت بلند شده ای فر بگیره، سینه ها کشال پریشیر، شکمو دویدگی از فر بگیره، شکماشو دمیدگی قریب در زمین میرسه. هم میگن روحی حق همو یفتیم ده. ثم یأتی القوم فیدعوهم فیردون علیه قوله. پیش یک قوم دیگر میآید، قومای مؤمن بدیان خدا را به خاطر مال و ثروت دنیا عبادت نمیکردیان، اینا را دعوت میکنه که بیای شما لشکری ما شید، شما هم در شیک ما داخل شوید. اما اینا قول شرط میکنن که گمشه تو اعوری کذاب هستی، ما تو را قبول نداریم. فینصرف عنهم فیصبحون ممحلین لیس بایدیهم شیء من اموالهم. وقتی که گپش نمیگیرن ترکشو میکنه، تمام مالاشون سیل ببره، مالا را گرگا میخورن. بیگاه روز میشه یگان مال به خونه بر نمیگرده، قحطی و خشکسالی در مملکت شو میشه. خدای تعالی ببینه که چی نوع امتحان میکنه بنده ها را. کسی که قبولش نکرد ببینه با استدراج این دجال ملعون احوالش اینه میکنه تنگ میکنه در دنیا. و یمر بالخریبه فیقول لها اخرجی کنوزک. وقتی که از پیش یک خرابزار میگذره، از جایی که آبادی نیست، خانه نیست، از بیابان، میگه ای بیابان هر چیزی که در سینه داری خارج کن، طلا، نقره، سنگهای قیمت بها، بریلیانت، الماس و نمیدونم فیروزه و زبرجد ها تا خارج کن. فتتبعه کنوزها کیعاصب نحل. تمام همون چیزا میگه از زمین خارج میشوند و از قفای دجال حرکت کرده میآیند مثل سیله زنبورها. یعاصب از یعصوب گرفته شده است. بعضی شارح‌ها میگن که این یعصوبش همون ملیک زنبورهای اصل میشوه، پادشاهشو ملیکه بگیم درسته رای. ملیکه زنبورها را میدونین اخیا متکه میگن، کجایی که بپره همه زنبورها از قفاش میروند. اما بعضی دیگر از شارح‌ها گفتن نه، یعاصب جمع یعصوب است، یعنی که زنبورهای اصلی نر، همون کاریو اویش که کار میکنن همه همو از قفا، مثل همون زنبورها یک جا میروند از قفاش و علم خیل تمام خزینه و دفینه، تمام ثروت زیر زمینی از قفای دجال میروه. با آدمایی که گوشش میکنن، اطاعتش میکنن، از خزینه و دفینه عطا میکند. شخصایی را که سرکشی میکنن نیست و نابود شو میکنه و با استدراج با قحطی ها مبتلا شو میگردونه. از این خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده بود فتنه دجال یکی از بزرگترین فتنه ها است. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف. بعد یک جوانی بوز بالای بردم خشرو را پیشش صدا میکنه و شمشیر را میگیره، با شمشیر میزنش، دو حصه تقسیمش میکنه. فیقطعه جزلتین، بعد قسم تقسیم ای رمیت الغرض، مثل که تیر از همدیگر دور میغلطه، اما خیل یک قسمی بدنش این طرف نمیغلطه، یک قسمی بدنش در این طرف. بعد مردم در مراجعت میکنه که من همین اگر زنده کنم شما ایمان میاره؟ او کسایی که ضعیف ایمان هستن میگن بله. ثم یدعوه فیقبل یتحلل وجهه یضحک. بعد صداش میکنه که بیا پیشم، هر دو طرفش میان جمع میشوند به هم دیگر، خندیده خندیده به وقتی خوش چوق نزد دجال حاضر میشود. شاید کسی سوال کنه که آخه این دشمن خدا است، زنده گرداندن مرده ها این عمل پیغمبرای خدا هستند، این پدرسگ کی است که خدای تعالی براش این عمل داده است؟ در جواب میگیم این استدراج میگن بچه‌ها. خدای تعالی در قرآنش بیان کرده است سنستدرجهم من حیث لا یعلمون.
با استدراج میگیریم این طایفه ها را، به حیثی که خچو نمیدونن، خچو به خبر میمونن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت اذا رأیت الله یعطی العبد من الدنیا ما یحب علی معاصیه فانما هو استدراج. اگر مبادا دیدید که خدای تعالی با یکی از بندگانش در عوض گناه ها، در عوض معصیت ها مال و ملک دنیا را به غرض میتا، به دریغ میتا، شما غره نشوه. این استدراج است. خدای تعالی و ابله در دام میگیره تا اینکه انا خیلی به همون مستی با بیخبری از دنیا رفته و فردا روز قیامت دیگه یگون حجه در دستش نمونه. این استدراج است. همون برادرایی که خدای تعالی مال و ثروت شو داده است، روزافزون زیاد میشه مال و ثروت، در صورتی که نماز خدا را نمیخوانند، از عبادت خدا دور هستند، زکات اموالشون را نمیپردازند. نعوذ بالله بعضی کافرتینتایی هستند که میگن ما را حرام میبرداره. خیلی شما شنیده. همواره تحذیر خداوند پیغمبر را براشو میتم. هشتانه در سر تو بگیره بچه، یک روز به همین مال و ثروت، به خواندن نماز، به پرداختن زکات منبره میره دیگه، یگان حجت دلیل در پیش خدا نداره. هشتانه در سر تو بگیره. این استدراج است. حضرت مولوی روم قصه میکنه در مثنوی شریف، اون یکی میگفت در عهد شعیب که خدا از من بس دیده است عیب، چند دید از من گناه و جرم ها و از کرم نگرفت از جرمم اله. در زمان شعیب علیه السلام یک به سعادت ادعا میکنه، میگه من هر قدر که حرام میکنم هم مالم زیاد میشوه. خدای تعالی هر قدر که عیب و گناه ما زیاد میبینه هم قدر در ثروتم افزایش میده. حق تعالی گفت در گوش شعیب در جواب او فصیح از راه غیب که بگفتی چند کردم من گناه و از کرم نگرفت در جرمم اله، چند چندت گیرم تو بخبر در سلاسل مانده پا تا بسر. خدای تعالی به شعیب علیه السلام وحی فرستاد که به این احمق بگو که آیسته آیسته گرفته است مت خبر نداری. به این به سعادتی که میآیم میبینه بنده های خدا در هوای گرم در داخل مسجد ششتیان در آب و عرق گم، میگه یارا چی زور اومده باشه، چی درد چو رسیده است که در او گرمی در اومدیان در مسجد ششتیان، در صورتی که در ساحلا و در لب دریای ورزاب اینقدر استراحتگاه ها زیاد است. انمو طایفه را خبر که میگه چند چندت گیرم و تو بخبر در سلاسل مانده پا تا بسر، زنگی تو بر توست ای دیگی سیاه کرد سیمای درونت را تباه. دلت زنگ زده است خبر نداری. وقتی مسلمان یک گناه کرد در قلبش یک سیاهی پیدا می شود. اگر به شرط توبه و استغفار کرد، اگر به شرط خدای تعالی توبهش پذیرفت، عبادت خدا را کرد، به امر خدا همون نقطه سیاه زدوده می شود، پاک کرده می شود. اما اگر با بالای گناه یک گناه دیگه زم کرد، در پهلوی او سیاهی از سیاهی دیگه پیدا می شود. همین خیلی تمام دل سیاه می شود، تمام دل زنگار می بندد. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. خداوند گفت ای حبیبی من دست از اینا بردار، اینا اصلاح نمی شوند، بلکه زنگار بسته است قلبای اینا به سبب گناهایی که پای در پای انجام میدادن. زنگ تو بر توست ای دیگی سیاه کرد سیمای درونت را تباه، بر دلت زنگار بر زنگارها جمع شد تا کور شد ز اسرارها. دیگه هم زنگار بسته از دل که دیگه حقیقت نمیبینی، گپ حق در او اثر نمیکنه. گپ حق گفتی میگه که مونتا همین دوگمتا نعوذ بالله یا اساطیرات نمونه. پس این عملهای خارق العاده که از دجال و از دجال ها سر میزند همه ای استدراج است و خدای تعالی به همین وسیله و واسطه در دام این بدگهرها را گرفتار میکند. فبینما هو كذلك اذ بعث الله المسیح ابن مریم. در همین حالت مستی و غرور بود
مسلمانای بیچاره را احاطه کرده بود در شهر دمشق و در روایت در بیت المقدس که در همین لحظه خدای تعالی حضرت عیسی مسیح به زمین فرستاد. ساعت نزول حضرت عیسی مسیح سر زد. فینزل عند المناره البیضاء شرقی دمشق. میگه حضرت در نزد مناره سفید که از قسمت شرقی دمشق است در همونجا فرود آورده شد. واضعا کفیه علی اجنحه ملکین، یک دستش در بالای قنات یک ملائکه، یک دست دیگرش در بالای قنات دیگر ملائکه. خدای تعالی با یک شرف، با یک شکوه پیغمبری بزرگوار خچه به زمین فرستاد. باقی موندهش همون فارسی قطعی بگیم که وقت کمه. حضرت عیسی میگه آمد به یک صورت بسیار زیبا و خوشرو، عرق میکرد، میگه از رخسارش عرق ها مثل لؤلؤ بر این جاری میشدن. لا یحل لکافر یجید ریح نفسه الا مات. نفسش به هر کافری که میرسید همون لحظه آب و عدا میشد، میمرد. نفس حضرت عیسی در این ساعت از بمب اتمی دیده خرابی آورتر بود برای کفار. برای مؤمنان شفا، اما برای کفار عذاب، مرگ، هلاکت. و نفسه ینتهی حیث ینتهی طرفه. هر کجایی که چشمش میرسید نفسش در اونجا میرسید. نوری چشم دیده چقدر تیز است. به هر کجایی که چشمش میرسید نفسش اونجا میرسید، کافر را در اونجا خراب و تراب میکرد. در روایات اومد است حضرت عیسی فرمود وقتی نماز بامداد بود، ابن ماجه روایت میکند، امام که پیش گذشته است نه نماز بامداد امامت میکنه که حضرت عیسی اومد. گفتن عیسی علیه السلام اومد. امام محمد است، امام مهدی. قفا گشت، حضرت عیسی را پیشنهاد کرد که پیش بگذر، اما قطع میگه قهقرن قفا اومد، پشتنوکی. و حضرت گفت که مرحمت پیش بگذر، اما حضرت عیسی گفت این اذان برای تو دادن، پیش بدرو نمازی مردم بخون. خاکساری حضرت ببینه. حضرت عیسی به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم آمده بود و بعد خواندن نماز گفت اگه دروازه را باز کنه. دروازه را باز کردن، 70,000 یهودی با شمشیرها و اگه این شمشیر در لفظ حدیث ها اومده است، یعنی با اسلحه. شاید او زمان این لعنتی ها پوشکوهای لازر نمی اختراع میکنن، ولی من نمیدونم با چه اختراع میشود. با تمام سلاح و اسلحه آماده ایستادگیان. حضرت عیسی پیدا شد. وقتی که عیسی را دید، دجال ملعون مثل نمکی که در آب میشود همون خیلی دیگه ادا شدن گرفت، قواش زایل شدن گرفت، بعد دم خدا کرده گریخت. 70,000 یهودی را حضرت عیسی همش به خاک و به آب مبادل گردون و از قفای کافر ملعون حرکت کرد. آمد یک موضعی است به نام باب اللود، در حدیث اومده است. این لود نام موضع است. امروز ایرپورت بین المللی اسرائیل است به نام بنگوریون. اما ایرپورت بین المللی اسرائیل در همون باب لود است. در همین موضع خیلی ایرپورت هم جای استراتژیکیه، یا جای بسیار مهمه. در همون ایرپورت این لعنتی شاید میخواست در یگان استریبیتل سوار شود بگریزه، اما حضرت عیسی در همینجا دریافتش قتلش کرد و به همین فتنه دجال به آخر رسید. اما بندگان خدا را فتنه های از این بیشتر و زیادتر منتظر بدن. فتنه یعجوج و معجوج از بعدی می آید، فتنه پنجیدن کفر می آید، بعد قیامت. اما موضوع ما از بس که دجال بود، ما کوشش کردیم که در همین یک ساعت صحبت مونه تا آخر برسونیم. اگر چنده به خاطر با آخر رسوندن صحبت لازم آمد که بعضی جاها را قطع کنیم، بعضی جاها را اختصار کنیم. فقط من خواستم که در همین ساعت صحبت مو به اتمام برسه و با یگان پوره دیگرش به هفته دیگر را باقی نمونه. در آخر دعا میکنیم، دعایی را که حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیشوای مؤمنان و متقیان برای ما و شما تعلیم داده است. اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر
اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر و فتنة القبر. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسیح الدجال. پروردگارا اگر ساعت آمدن دجال باشد ایمانمون بازم ثابت‌تر و استوارتر گردان. خدایا خداوند و مسلمان‌ها را عقل فراست بده که همیشه آماده آمدن دجال باشند و با تمام اسلحه با تمام آمادگی، خاصتا آمادگی ایمانی، آمدن اون ملعون اعور کذاب منتظر باشند. و پروردگار را مساعدت فرما که این امر به معروف و نهی از منکر باعث سببگار آن گردد که ما مسلمانان که بدن چی بدن دجال درک کنیم، که بدن چی بدن رسالت خیش را در این دنیا درک کنیم. و این افتخار ما و شماست الحمدلله که اعور کذاب به دست امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست نابود میگردد. در مقابل دجال ملعون امت حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم قائم ایستد. پس پروردگار را از مسلمانای واقعی مگردان، از مسلمانای جغرافیایی نه که به یک دعوت دجال نعوذ بالله راهی صراط المستقیم ترک کرده و چند براهای منحریف راههای شیطانی زنیم. پس پروردگارا فرزندامون طفلکامون از شر و وساوس دجال و دجال ها در پناه امنت محفوظ دار. خدایا خداوند و ممالک اسلامی را نگه دار تا اینکه مکر